سرخط مهمترین خبرها: هشدار وزارت کارهای داخلی اگر با وعده کار در خارج شما را فریب دادند به ما مراجعت کنید. صادرات برق از تاجیکستان به خارج زیاد شده است و سرعت کار یوتیوب را در روسیه یک بار سست کردند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامداد. امروز 24 دکتبر است و ساعت در دوشنبه 10. برنامه را از یک خبری فوری شروع میکنیم. در پی فرآمدن بهمن یا تومان سخت در شهر دوشنبه، پروازها از فرودگاه پایتخت موقتا قطع شده است. از شام 23 دکتبر دوشنبه را تومان سخت فرا گرفته است و این وضع تا صبح 24 دکتبر نیز ادامه کرد. بر اساس آنلاین لوحه فرودگاه دوشنبه، همه پروازها از ساعت 21 شام 23 دکتبر قطع شده است و هواپیماهایی که از روسیه و کویت به دوشنبه آمده بودند و فرودگاه‌های خوجند و تاشکند فرستاده شدند. هنوز معلوم نیست که تومان در دوشنبه کی از بین می رود و فرودگاه کاری خود را از سر می گیرد. ما این موضوع را پیگیری داریم و با رسیدن اطلاعات تازه شما را در جریان می گذاریم. رهبران تاجیکستان و روسیه روز 24 دکتبر در ولایت لنینگراد روسیه وام می‌خورند. یوری اوشاکوف، یاور پرزیدنت روسیه، به رسانه‌های آن کشور گفته است دیدار ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان در مجمع ایگار برگزار می‌شود. به گفته اوشاکوف، رهبران دو کشور درباره همکاری‌های نظامی، اقتصادی و همچنین وضعیت در افغانستان گپ می‌زنند. یاور پرزیدنت روسیه همچنین گفته است در دیدار یک به یک پوتین و رحمان البته مسئله‌های مبرم در بخش مهاجرت نیز بررسی می‌شوند. در نظر است که دیدار امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شود. سال آینده ریاست این سازمان زیر نفوذ روسیه که چند کشور سابق شوروی را فرا می‌گیرد به عهده تاجیکستان می‌گذرد. مقامات تاجیکستان درباره سفر امامعلی رحمان به روسیه رسما چیزی نگفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با ارسال پیامک از ساکنان کشور درخواست کرده است که اگر کسی با وعده کار در خارج آنها را فریب داد به این نهاد مراجعت کنند. در پیام وزارت همچنین آمده است ساکنان می توانند در حالت دچار شدن به مهنت مجبوری، سودای کودک و استثمار شهوانی بر اساس مبارزه با جنایت‌های متشکل مراجعت نمایند. در این پیام دو رقم مرکز مقاومت با سودای آدمان ریاستی مبارزه با جنایت‌های متشکل ذکر شده است. مقامات نگفتند که با کدام هدف از ساکنان چنین درخواست کردند، به خصوص اگر کسی با وعده کار در خارج آنها را فریب داده باشد. ولی قبلا چندین نفر به رادیوی آزادی شکایت کرده گفتند یک شرکت با وعده کار در اروپا از آنها مبلغ گرفت ولی به وعده‌اش وفا نکرد. در پس منظر زیاد شدن رید و اخراج از روسیه، شهروندان تاجیکستان تلاش میکنند خود را به کشورهای اروپایی رسانند. تاجیکستان در ماه نوامبر به کشورهای همسایه به مبلغ 4.2 میلیون دلار برق صادر کرده است که نظر به ماه اکتبر 10.5% زیاده است. این آمار را خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به آژانس آمار تاجیکستان نشر کرده است. نشر این آمار در حالی است که نمایندگان شرکت برق تاجیک بارها گفتند به کشورهای همسایه از جمله افغانستان تنها در فصل تابستان برق می‌دهند. با گزارش آزیا پلوس دوام 11 ماه اخیر از تاجیکستان به کشورهای همسایه در مجموع به مبلغ حدود 106 میلیون دلار نیروی برق صادر شده است که 1.1% کمتر نسبت به همین دوره سال 2023 میباشد. برق تولید شده در نیروگاه‌های تاجیکستان اساساً به افغانستان و یک قسم کمش به ازبکستان صادر می شود. در پس منظر کمبود برق در داخل کشور، فروش برق به خارج کشور در تاجیکستان همیشه تنقیدهای را به دنبال داشته است. سر از ماه سپتامبر ساکنان منطقه‌های تاجیکستان شبانه روز فقط 8-10 ساعت برق می‌گیرند. تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه هراقون از یک بانک چینی 270 میلیون دلار قرض گرفته است. به اطلاع رسمی سازشنامه مذکور، نایب پرزیدنت این بانک از آسیای سرمایه‌گذاری و انفراستراکتوری و وزیر مالیه تاجیکستان روز 22 دکتبر در شهر پکین امضا کردند. با گزارش وزارت مالیه تاجیکستان، این بانک در عموم برای راغون 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند که در دو نوبت جدا می‌شود. اما در خبرنامه رسمی گفته نشده است که این مبلغ با کدام شرط و شرایط به تاجیکستان داده می شود. وزارت مالیه تنها نوشته است که سرمایه بانک آسیایی سرمایه‌گذاری و انفراستراکتوری در ساختن نیروگاه راغون و تعمیر 55 کیلومتر راه از جمله پل‌های بین دهه‌ها صرف می شود. مقامات تاجیکستان تلاش دارند برای بنیاد نیروگاه راغون از نهادهای مالی بین‌المللی سرمایه جلب کنند. روز 17 دکتبر بانک جهانی برای راغون 350 میلیون دلار گران یا مبلغ بی بازگشت جدا کرد.
طبق اطلاع مؤسسه دولتی مرکز برنامه‌های بین‌المللی حضور دانشجویان تاجیک در چین نظر به سال گذشته 50% افزوده است. از روی آمار رسمی اگر 25 سال پیش همگی 20 نفر جوانان تاجیک برای تحصیل به چین رفته باشند، حالا شماره آنها به هزارها نفر رسیده است. میل و خواهش نورسان و جوانان تاجیک به زبان و فرهنگ چینی از کجا منشأ می‌گیرد و آینده خود را در پیوند به این کشور چگونه می‌بینند؟ فرزان محمدی از ولایت سوق در این موضوع گزارش می‌دهد. در این بارگاه حدود 200 نفر نورسان و جوانان پی آموزش زبان چینی هستند. استادان دانشکده کنفوتسی در شهر بوستان میگویند علاقمندی جوانان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های چین می‌افزاید. تلاش برای پیدا کردن جای کار و درآمد خوب از شرکت‌های چینی مقیم تاجیکستان جوانان را بیشتر به سوی دانشگاه‌های آن کشور می‌کشد. 我叫 Rustami Nazar， 中文名鲁达，目前就读于塔吉克斯坦冶金学院1年级，同时在孔子学院学习汉语。我学习汉语已经2年了。我学习汉语就是因为我想去中国读大学，我觉得去中国读大学是一个不错的选择。نام من رستمی نظر، من دانشجوی دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان هستم. طولی 2 سال باز زبان خیتایی می‌آموزم و می‌خواستم که به خیتای رفته تحصیل خودم را دوام دهم. رستمی نظر می‌خواهد تکنولوژی‌های پیشرفته و مثل ذهن سنی را آموزد و متخصص این ساحه گردد. او از آن خاطر می‌خواهد این کسب را در چین آموزد که به اندیشه و تکنولوژی علمی در آنجا خیلی رشد کرده است. فرانگیس می‌خواهد داننده خوبی این زبان باشد. 我叫做伊罗弗兰吉斯，中文名字叫彩虹，我是高中11年级的学生。将来我希望能去中国留学，当一名优秀的汉语教师。من زوئیرو فرانگیس خواننده صنفی 11 می باشم. زبان خیتایی را در طول 1.5 سال باز می آموزم و آینده میخواهم که به خیتای رفته زبان خیتایی را خوانده آموزگار زبان خیتایی شده در دولت خودم کار کرده به دیگران این زبان را آموزم. من سیانکای 8 سال باز در مرکز کنفوتسی به حیث آموزگار زبان چینی کار میکند. به اندیشه او بنابر گسترش همکاری تاجیکستان و چین شمار شاگردانش در این بارگاه زیاد شده است. در این راستا خودش با آموزش زبان تاجیکی میل پیدا کرده و گاه‌ها نازکی‌های درس را به زبان تاجیکی میفهماند. سلام، نام من منسیانکای می باشد. من از جمهوری چین هستم. 8 سال باز در دانشکده کنفوتس کار میکنم. جوانان تاجیکان زبان چین خوب می‌آموزند. مرکز آموزشگاه کنفوتسی در ولایت سوق 10 سال پیش به فعالیت شروع کرده است. طول این سالها گوشه‌های این آموزشگاه در چندین دانشگاه و مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سوق باز شده است. در اینجا 6 نفر استادان از چین و آموزگاران تاجیکی دارنده رتبه آموزگاری بین‌المللی کار میکنند. دانشکده ما در طول فعالیت خود زیاده از 5000 شنوندگان را درس زبان چینی آموزانیده است و از این شماره هر سال قریب 30-40 نفر شنوندگان همین مرکز طریق کوتا ها به دانشگاه‌های جمهوری مردمی چین داخل می‌شوند. سن سال شنوندگان در ما از 15 ساله تا 60 ساله را در بر می‌گیرد. نوریدین عبدالله بعد 5 سال آموزش در چین حالا در دانشگاه دولتی خوجند به حیث آموزگار زبان چینی کار می‌کند. به غیر از این وی عنوانجوی علمی است و موضوع کاری او خصوصیت‌های ترجمه آثار ادبی از تاجیکی به چینی در مثال مثنوی معنوی جلال‌الدین بلخی است.
سرعت کاری شبکه یوتیوب در روسیه به طور رکوردی سست شده است. میخائیل کلیماروف مسئول شبکه زتلکوم نوشته است روز 23 دکبر سرعت یا ترافیک یوتیوب در روسیه تنها 20% بود. زتلکوم منتظم معلومات سرعت بازشوی شبکه‌ها را توسط خدمت مانیتورینگی گوگل نظارت می‌کند. به گفته کلیماروف یوتیوب عملاً در روسیه بسته شده است. چندی از کاربران رادیوی آزادی هم شکایت کردند که ویدیوها را در یوتیوب در روسیه با مشکلی تماشا می‌کنند یا صدای نوا را نمی‌شنوند. بینندگان عزیز، اگر شما هم در روسیه هستید و ما را تماشا می‌کنید، لطفاً نویسید که سرعت کار یوتیوب در این کشور چگونه است. یادآور می‌شوم که سرعت یوتیوب در روسیه از آخر تابستان امسال یک بار سست شد. اداره راستلکوم ادعا کرد که مشکلات تکنیکی در کار خدمت گوگل گلوبال کش با وجود آمده است، اما گوگل دستوشن در مشکل دسترسی به یوتیوب را در روسیه رد کرد. بعدتر حداقل 3 شرکت مخابراتی روسیه اعتراف کردند که مشکل کار یوتیوب از تنظیم روسکومنادزور به وجود آمده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 دکبر فرا میگیرد. 24 دکبر سال 1932 ساختمان راه ماشینگرد دوشنبه قرغان‌تپه انجام شد که مسافه بیش از 100 کیلومتر راه میان پایتخت و جنوب را با یک شاهراه پیوند داد. این قطعه راه یکی از چندین طرح ساختمانی مهم سالهای پیش از جنگی 1930 در تاجیکستان بود که به خاطر در آینده ساختن راههای آهن بنیاد شد. در عموم در 10 ساله اول حکومت شوروی در تاجیکستان راههای ماشینگرد دوشنبه تاشکند، دوشنبه قرغان‌تپه، جیلیکول و دوشنبه خاروخ ساخته به استفاده داده شدند. سال 1927 مجله ادبی و فرهنگی صدای شرق تأسیس شد که ماه دکبر زاد روز آن را تجلیل می‌کنند. این مجله سالهای اول در سمرقند با نام‌های دیگری مثل برای ادبیات سوسیالیستی و رهبری دانش چاپ می‌شد. با وجود اینکه مجله تحت سانسور حکومت شوروی به نشر می‌رسید، مطالب علمی و ادبی آن را در بیداری ملی و حفظ ارزش‌های فرهنگی تاجیکان مهم ارزیابی می‌کنند. این مجله بعداً پایگاه مهم معرفی نخست اثرهای ادیبان معروف و جوان تاجیک گردید. 24 دکبر سال 1942 جورابک مرودوف هنرمند مردمی SSR تولد شده است. او یکی از معروفترین هنرمندان تاجیک است که در برابر آوازخوانی ده‌ها آهنگ آفریده است. از خواننده‌های معروف ژانر شش مقام بوده، برابر با این سرودهای زمانوی هم اجرا کرده است. در معرفی هنر تاجیک در خارج از تاجیکستان از جمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا فعالانه اشتراک می‌کند. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 108 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید با سپاس که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید.